اگه وسط جنگل گم شدی باید چی کار کنی؟ فکر کن واسه تفریح رفتی جنگل، یهو حس میکنی نمیدونی کجایی و گوشید آنتن و اینترنت نداره. تبریک میگم، گم شدی. اول از همه نترس، بی هدف نجر، نرو دنبال آنتن، چون درختی فقط آنتن رو میخورن. برای زنده موندن 3 چیز نیازه: آب، آتش، علامت. صدای آبو میشنوی؟ دنبالش برو. شاید هم نزدیک آب کسی رو پیدا کنی که راه خروجته. اگرم کسی رو پیدا نکردی نزدیک آب بمون. چوب خوش جمع کنه، آتیش کنه، یه کمپ موقت بساز. آتیش یعنی گرما، نور و سیگنال نجات. با سنگ، شاخه یا لباسات یه علامت بزرگ بساز، یه چیزی که از بالا دیده بشه، چون نجات از آسمونه نه از درخت. شب شده؟ با سنگ و حصار درست کن که خرسا حمله نکنن بهت. شب و جای امن استراحت کن و روزا به سمت بلندیا برو. بالا یعنی دید بهتر. بعد چند روز اگه کسی پیدات نکرد دیگه رسما به فنا رفتی. به شرایط جدید عادت کن. تو همیشه تو قلب و ذهن ما خواهی موند. سروران عزیزی که در اعمال برای یاد گرفتن بقا توی موقعیت عجیب کانال ما رو سابسکرایب کن.